سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. با قسمت دوم طرح سنگ اونیکس همراه من باشین تا این سنگ جذاب و دوست داشتنی رو با هم انجام بدیم. خب بعد اینکه 3 الی 4 ساعت از خشک شدن زمینه طرح سنگمون گذشت، یک مقدار رنگ سبز و آبی رو با هم ترکیب میکنیم و ترکیب این دوتا رو توی تینر روغنی حل میکنیم. رنگمون باید خیلی رقیق باشه. روی تمام سطح طرح سنگمون میکشیم این رنگ رو با دستمال تنظیف یا با قلم یا با ابر، با هر چیزی که دم دست هست این کار رو انجام میدیم. روی تمام سطح طرح سنگمون این کار رو انجام میدیم و تمام لبه ها، گوشه ها و همه قسمت ها رو میکشیم. دستمال تنظیف رو مجددا مثل سری قبل حالت توپی در میاریم، بعد با تینر فوری 20000 تمام سطح کار رو حالت ضربه‌ای میایم پرداخت میکنیم. قسمت هایی که رگه داره، قسمت هایی که بافت داره، قسمت هایی که فضای تنفس داره، تمام قسمت ها رو با این دستمال تنظیف و تینر 20000 با حالت ضربه‌ای پرداخت میکنیم. تمام قسمت ها باید انجام بشه. بعد این مرحله با تینر صادق کحالی، تینر روغنی صادق کحالی این کار انجام میدیم. تینر روغنی صادق کحالی خوبیش اینه که مثل تینر 10000 عمل میکنه توی طرح سنگ، یعنی بعضی قسمت ها رو بر میداره، بعضی قسمت ها حفره ایجاد میکنه و بعضی قسمت ها رو یه جورایی آشتی رنگی بین رنگا و رگه ها ایجاد میکنه. بعد اینکه این مرحله تموم شد میریم سراغ مرحله بعد. توی این مرحله رنگ سفید روغنی رو با تینر روغنی ترکیب میکنیم و بلافاصله بعد پرداخت میایم رگه ها رو شروع میکنیم به کشیدن. رگه و زیر رگه هایی که توی طرح سنگ اونیکس هست، از پهنای قلمو، از گوشه قلمو استفاده میکنیم. من زاویه دوربین عوض میکنم که شما ببینید کاملا قلمو با زاویه 20 تا 25 درجه روی کار خوابیده و این باعث میشه که از پهنای قلمو استفاده کنیم و رگه هایی که میکشیم روی سطح کار پهن‌تر باشه به نسبت، چون اینا رگه های زیری هستن و قرار نیست خیلی قوی توی کار دیده بشن و قراره که زیر کار یه حاله ای از رگه ها رو ما ببینیم. از گوشه دستمال تنظیف استفاده میکنیم و قسمت نازک و قسمت ظریف شده دستمال تنظیف استفاده میکنیم و شروع میکنیم به فید کردن لبه ها. توی قسمت قبلم گفتم قرار نیست که رگه هایی که میکشیم یا بافت هایی که زیر گذاشتیم هیچ خطی ازش دیده بشه. تا جایی که امکان داره ما سعی میکنیم رگه ها رو فید کنیم و توی این مرحله احتمالاً یک سری جاها رنگ زیری برداشته میشه. این اصلا مهم نیست و اگه برداشته نشه هم شما باید سعی کنید بعضی جاها رو حفره ایجاد کنین، بردارین رنگ های زیر از بین بره. توی مرحله بعد میایم لبه ها و کنج های کار رو یک مقداری سفید اضافه میکنیم که حالت بافت و حالت رگه ها رو به ما بده، خیلی گوشه های کار خالی و خام نمونه. قلمو رو میکشیم تا رنگ زیری هم یک مقداری برداشته بشه، اون آبی زیر از بین بره. حالا میایم فیدش میکنیم با دستمال تنظیف. اول یک سمت بالا، حالا یا بالا یا پایین فرق نمیکنه، یک طرف کار رو تقریبا کامل فید میکنیم. لبه دیگه کار رو یک مقداری محو میکنیم تا اون حالت خطی و لاین بودنش از بین بره. خوبی رنگ روغن اینه که به شما زمان میده تا کارتون رو تا جایی که امکان داره پرداخت کنید و محو کنید. به نسبت رنگ روغن هنری خیلی خیلی به صرف است. رنگ روغن هنری تقریبا هولوش 20 تا 30 برابر رنگ روغن ساختمانی هزینه برداره. میام یک پرداخت کلی انجام میدیم تا زیرسازی طرح سنگ اونیکس ما تکمیل بشه. شما نیم ساعت الی 1 ساعت زمان دارین تا بعضی قسمت ها رو بیشتر پرداخت کنین، بعضی قسمت ها رو حفره ایجاد کنین، بعضی قسمت ها رو بافت بذارین. دست خودتونه، میتونین تا همینجا نگه دارین و یا ادامه بدین. توی قسمت بعد که قسمت پایانی کارمون هست، نحوه
رگه گذاری و بافت گذاری رو توی طرح سنگ اونیکس با همدیگه تمرین میکنیم. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین.